الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله تعالی در قرآن عظیم و شان چندین جا هشدار داده است که شما از من بترسید و در هر جای یک مسئله را مطرح کرده که یک سری چیزها را که اینها برای انسان خطرناک برای انسان خطرناکن و نقصان و ضرر دادن برای انسان و سبب بدبختی انسان و سبب هلاکت انسان می شوند، باعث ناکامی انسان. ولذا هشدار میده اینجا بل می فرماید که از خدا بترسید و از خدا بترسیم و چه کار کنیم؟ یک سری چیزهایی را الله ذکر می کند که این مایه بدبختی انسانان، مایه تباهی انسانان، خسران انسانان. الله میگه خدا بترسید و پرهیز کنید از این مسائل و نجاتتون بگیرید و راه نجات آنه که مرتکب این گناه نشوید. در این آیه که تلاوت کردم الله تعالی می فرماید که شما از الله بترسید و نافرمانی خدا را نکنید و الله را اطاعت کنید، فرمان ببرید و نمیرید مگر در حالت اسلام. معلوم میشه که زمان انسان میتواند در دین اسلام بر دین اسلام بمیرد و خاتمه هاش با ایمان بشود و خاتمه خوبی زمان میتواند داشته باشد که درست عمل کند، صحیح عمل کند و مرتکب گناه نشود، دست به طغیان و سرکشی نزند، حقوق مردم ضایع نکنه و عمل کردش صحیح باشد.
و همون حدیثی که آمده است که هر طور که شما زندگی بکنید همان طور میمیرید. کما تحیون تموتون، هر طوری که زندگی شما باشد و شما زندگی بکنید به همون صورت میمیرید. و قرآن میگه یعنی شما راهزنی نکنید، قتل نکنید، مردم آزاری نکنید، ظلم نکنید، جنایت نکنید، به حقوق مردم تعرض و تجاوز نکنید، به حیثیت مردم، به آبروی مردم گروگانگیری نکنید، مردم برای باجخواهی خصوصا و همه گروگانگیری ها زشتن، همه گناه ها خطرناکن، بعض خطرشون از بعض بیشتره. و اگر شما دست به گناه نزدید و درست عمل کردید و صحیح عمل کردید، از خدا فرمان بردید، زکات اموالتون ادا کردید، نماز را برگزار کردید، نیک عمل کردید، به راه بندگان نیک رفتید، این امید هست که موت شما با ایمان بشود. اگر موت با ایمان میخواهید، خاتمه به خیر میخواهید، با عمل کردتون درست کنید و از الله بترسید. چرا؟ که بسیار را الله تعالی خاتمه شون را به کفر میگرداند، خاتمه شون خراب میکنند، ایمان نصیبشون نمیکنه، موت خوب و مرگ خوب نصیبشون نمیکنه، بلکه بدون ایمان میرم از دنیا. چرا که اینا جنایت کردن، اینا رهزنن، اینا آدم کشن، اینا ظالم بودن، اینا مردم شکنجه کردن، اینا به مردم ترحم نشان ندادن. اینا حق مردم که دستشون افتاده اینا غنیمت دانستن. در زندگی اینا از نماز خبری نبوده، در زندگی اینا از زکات حقوق الله خبری نبوده، حقوق الناس ضایع کردن. و لحاظا خطر آنه که در وقت مرگ شیطان الله سرشون مسلط کنه که شیطان ایمانشون بگیره و خاتمهشون به کفر بشود. الله میگه بترسید از الله، بترسید و مواظب خاتمهتون باشید، مواظب استقامتتون به دین باشید. و جای دیگر الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ای مردم از خدا بترسید و مواظب باشید که شما برای فردا چه عمل کردید، برای فردای قیامت دستاوردتون چیه. یعنی تنها آنچه که سبب نجات شما می شود دستاورد شمایه. شما اگر عمل داشته باشید، خیر انجام دادید، خدا شما را نجات میده. دست خالی پیش الله نیایید، با گناه به الله تعالی برگاه الله نیایید. و شما از الله بترسید و نگاه کنید که برای فردا چه آماده کردید. و هشدار میدن که بعد می واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. از الله بترسید و بدونید که خدا خبرداره به آنچه که شما انجام دادید. شما حجایتون حساب نکنید که چند حج کردید، چند روز رمضان روزه گرفتید، چقدر نماز خواندید، نیکی چه کردید، گناه چه کردید. الله خوب خبرداره، الله میدانه که شما چه کردید. هو اعلم بمن اتقی. الله بهتر میدانه و انسانی را که از الله میترسه و پرهیزگاری را اختیار کرده است. پرهیزگاران را الله بهتر میدانه. نیازی نیست که کسی خود را به عنوان پرهیزگار
معرفی بکنه. کسی خود را به عنوان عابد، به عنوان زاهد، به آدم صادق و راستگو، به آدم امانتدار، نه، خدا بهتر میداند چه کسی صادقه، چه کسی امانتداره، چه کسی خدا ترسه، چه کسی صحیح عمل کرده و چه کسی بد عمل کرده است. لذا عزیزان الله مؤاخذه میکنه. بعد شما قرآن که بررسی بکنید، قرآن جاهای مختلف این لفظ تقوا را مطرح میکنه. پشت سرش نگاه کنید که چه چیزی را الله ذکر میکنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلة وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. ای مردم از الله بترسید. جاهای متعدد این لفظ موجوده. الله میگه از الله بترسید و خود را گرفتار عذاب نکنید. خود را گرفتار عذاب دنیا، خود را گرفتار عذاب آخرت نکنید. چه کار کنیم برای نجات از عذاب دنیا و آخرت؟ شکست دنیا و آخرت، ناکامی دنیا و آخرت. الله می فرماید که شما به وسیله ایمان، به وسیله عمل صالح به الله خود را برسانید، به قرب خدای عز و جل نائل بشید. شما با تقوا، با خدا ترسی و با عمل صالح و عمل نیک و ایمان شما میتونید به الله تعالی برسید و توسل بجویید، متوسل بشید به اعمال نیک، به صدقات، به خیرات، به تلاوت قرآن، به ذکر و تسبیح، به نماز، به روزه، به کمک کردن به یتیمها، مستمندان و نیازمندان و کارهای خیر. شما متوسل بشید به اعمال نیک برای رسیدن به الله. قرب خدا حاصل می شود. شما از عذاب الله شما را نجات میده دنیا و آخرت. وابتغوا الیه وجاهدوا فی سبیل الله. در راه الله مجاهده کنید، تلاش کنید، کوشش کنید، قربانی بدید در راه الله تعالی. برای رسیدن به الله، در راه انجام دادن اعمال صالحات تلاش کنید که عمل بهتر انجام بدید. تلاش کنید که خدا را بهتر بندگی کنید و تلاش کنید که دین خدا نشر کنید، علم نشر کنید، دانش نشر کنید، دین خدا را نشر کنید و خیر را منتشر کنید، خوبی ها را منتشر کنید. الله من و شما را توفیق بده که ما از الله بترسیم و راه درست را ببریم، راه صحیح را ببریم. خود را گرفتار عذاب خدا نکنیم، خود را گرفتار مؤاخذه الله نکنیم. الله در دنیا عذاب داره، در آخرت عذاب داره. قوم را در دنیا عذاب داده و شما او قوم‌هایی را که الله تذکره کرده است در قرآن، قوم‌های عاد و ثمود و فرعون و لوط و مدین و اینها قوم‌های متعدده که اون نزدیک‌های نزول قرآن این حوادث پیش آمده. یعنی دور نبوده از مکه مکرمه، مدینه منوره، حجاز، این مناطق اطراف جایی که قرآن نازل شده است. الله این واقعه را تذکره می کند که شما از سرنوشتی قوم خبر دارید که الله با این قوم چه کار کرد. نوح، قوم نوح را که در عراق زندگی می کرد الله چگونه گرفتار کرد و قوم های که در یمن و شام و مصر و نزدیکای بعد همین دیار عربستان الله اونها را به عذاب گرفتار کرده است.
الله اونها را تذکره می کند تا عبرت باشن برای ما، تا درس باشن. والله که عذاب میده، با چه عذاب میده؟ آتشی از آسمان کم اتفاق افتاده که الله بفرسته، آتش نیامده. فمنهم من ارسلنا علیهم حاصبا ومنهم من اخذت الصیحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا. و این 4 عذاب الله تذکره کرده است در سوره عنکبوت که بعضی از این قوم‌ها نبودن که به وسیله بادهای طوفانی و شن و ماسه و سنگریزه الله اونها را زده و تار و مار کرده. بر قوم لوط الله سنگباران نازل کردن و چپه کردن قریه های قوم لوط را، و بر ثمود عاد الله طوفان فرستاد، ماسه و شن و سنگ ریخت بر سر اونها و بعضی را الله آوازه آمد و هلاک شدن. قوم ثمود و قوم حضرت صالح است، اینها را الله تعالی با آوازه تباه کرد و قوم لوط هم آوازه گرفت، هم سنگباران سرشون هم چپه شدن. و همینطور قوم های با یک چیز فرعون غرق کرد و بعضی را به زمین خسف کرد که همون قریه های لوط و امثال اوناست. زمین فرو میبری، حالا فرو نشست در ایران زیاد شده و این خیلی خطرناکه که کسی بخوابه و فردا آثاری از اون نیست. زمین فرو نشست کرده و افتادن توی زمین رفته. فرو نشست در کشور ما در حد بالاترین اندازه. زلزله هم دیشب زلزله به هر حال که هم اصفهان و هم تهران و هم قم لرزان و چندین فصل لرزه بعد از او و زلزله اطراف کرج و اینها هشدارن، اینها تلنگرن و اینها خطرناکن. عبادای طوفانی و این قحط و این آتش گرفتن جنگل ها و اینها همه حوادثن و که الله هشدار میده که ما به هر حال به الله رجوع کنیم. کمابی که کشور ما مواجه است و کشوری که پر آب بوده و بخصوص اون مناطق که مشکل آبی نداشته است و داخل کشور مرکز کشور است و اونجا وقتی که خشکسالیه، اونجایی که پر از برف بوده و مردم خسته از باران و برف می شدن و آرزو می کردن که آفتابی باشه و بالاخره هوای داشته باشیم خشکه و الان به این گرفتار شدن و اینها همه هشداره. خشک شدن صدا و عزیزان من مشکلات های گوناگون از قبیل به هر حال اقتصادی و این تهدیه های بین المللی که علیه مردم ایران و ایران هست، اینها خطرناک. الان ملت ایران نگران کرده، چیزی که نگران کرده این تحریم های جهانی سازمان ملل و کشورهای بزرگ اروپایی ها، امریکایی ها، همه به هر حال تلاش دارن که اکثر کشورها را به این تحریم بپیوندن و حتی کشورهای منطقه بپیوندن در این تحریم و از هوا و از دریا و از خشکی و از همه جا محاصره اقتصادی کنن. و به هر حال 20 ساله که ملت ایران گرفتار محاصره شدید اقتصادیه و از اوایل انقلاب تحریم بوده ولی الان تحریمات تقریبا از 85 به بعد شدت گرفت و الان بالاخره یک تحریم بی سابقه پیداست به سوی ایران و یک جنگ و بدتر از یک حمله نظامیه. نه ببندید، آبا که هم بسته شده از آسمان و مشکلات و نان هم همینطور مشکلات بوده
و بالاخره یک محاصره اقتصادی شدیدترین جنگه و بزرگترین فشاره که وارد میشه بر کشور ایران و همچنان به این تهدید جنگ که معلوم نیست هر شبی که مردم ایران میخوابند در انتظار و حمله هستند که داره تهدید میکنه، هم معلومات تهدید میکنن و اسرائیل را و هم اسرائیل تهدید میکنه ایران و بالاخره این تهدید بالاخره این جنگ ویرانگره جنگ بالاخره کلاش و برنو و این تفنگ‌های قدیمی نیست که قدیما به همین جنگ میکردن، یا جنگ شمشیر باشه و این جنگ مدرنترین خطرناکترین بمب‌هایی است که بالاخره مخربن و تخریب میکنن ویرانگرن و بعضی میگن که بیا جنگ بکنه. جنگ چی میشه از جنگ؟ نه اشتباهه. جنگ خطرناکه و منافع ملی را هدف میگیره، منافع اقتصادی را و مناطق را در نظر میگیرن در جنگ که خیلی ضرر داشته باشه، فلج کننده باشه و این جنگ ها جنگ نظامی و هم حمله نظامی و این محاصره اقتصادی بسیار بسیار خطرناکه. قبلا بعضی میگفته که آقا این هیچی نیست و این صحبت میکردن و آدم که تبلیغات بکنه خودش هم باور میکنه. بعضی از مسئولان باور کردن که نه این نقصانی نداره، چیزی پیش نمی آید، ولی حالا میبینن که حتی کشورهای همسایه هم پیوستن با اونها در این حالا یا روی همون هسته‌ای همه ناراضن. هیچ همسایه راضی نیست روی این مسئله که کشور دیگری سلاح هسته‌ای تولید بکنه. بالاخره انسان این دلهره را همه دارن و پیوستند یا تحت فشار قدرت ها قرار گرفتن، منافعشون در خطر می پیوندن و روی این فکر اساسی میخواید این مسئله به ایستادگی نیست، مسئله مهمی است. همه کسانی که انسانهای فکرمندن و انسانهایی که فکر میکنن دلشون به کشور میسوزه. بالاخره ایران کشور ما هست، خانه ما هست، خانه مردمه. کدوم انسان باشه که راضیه که خانهش ویران بشه، کشورش متضرر بشه؟ بالاخره همه باید دعا کنن و ما دیگه چیزی دست ما نیست. از همین تریبون به هر حال ما میگیم شاید صدای ما برسه به جای و به هر حال یک سری پیشنهادی دارم، یک سری صحبتی دارم و ما معتقدیم که راه حل هنوز داره و مسئولان به هر حال باید فکر کنند، همه اندیشمندان فکر کنند و بالاخره راهکار باید بدن، راه حل بدن و تحریم نگذارن که این تحریم عملی و اجرایی بشه که الان داره اجرایی شده می شود و بالاخره از این تحریم باید جلوگیری بکنن. همه مسئولان در فکر باشند و همه اندیشمندان، دانشگاهیان و علمای معتدل و قشر به هر حال که فکرمندان و متفکران، نخبگان جامعان یاد می شوند، بالاخره برای این مسئله بر راهکار بدن و دفاع کنند. خانه در خطره و بالاخره نقصان و ضربه شدید. بعض ما شاید ساده فکر میکنن، سرسری فکر میکنن و میگن که خوشحالن که چنان چیزی پیداست. نه، این جای ناراحتی داره، نگرانی داره. این تحریم وارد خانه ها میشه،
این نقصان به تک تک مردم ایران میرسه و این ضربه ها بزرگن. به نظر من اینها راه حل داره، راه کار داره که باید در این شرایط سازوکار جدید اندیشیده بشه و مسئولان ما با یک سازوکار جدید وارد بشن. نگن که ما باید یا تسلیم بشیم و یکی از مسئولان بلندفایه فرمودن که ما باید یا تسلیم بشیم یا مقاومت بکنیم. نه، اینطور نیست. یا سر خم کنیم یا تسلیم بشه یا بالاخره مقاومت بکنیم. نه، راه دیگری موجود است. راه تسلیم هم نشیم، سرم خم نکنید، بالاخره شما هم تاکتیک بازی بکنید. و جنگ ها، توی جنگ های نظامی یا جنگ های سیاسی و هر جنگ در دنیا باشه راهکارهای گوناگون موجود هست. ولی نه شما سر خم کنید نه مقاومت کنید. به نظر من شما باید فکر نجات، گریز از این تحریم بکنید. راه گریز موجوده. الان که جامعه جهانی اکثرا با هم شدن و از هسته‌ای، برای جلوگیری از هسته‌ای شما میتوانید راهکار موجوده که هسته‌ای درست حق ماست، ولی نباید ما برای حق خودمون ضرر بزرگی بشیم. ما جمعیت 80 میلیون ایرانی را داریم و فکر ضعیف ها را بکنید. فکر اون کشور ضعیف باید بشود، فکر نجات کشور باشه، کشور ضربه نخوره. و لحاظا شما میتوانید که عقب نشینی کنید. عقب نشینی تسلیم شدن نیست، حتی فرار از جنگگاه برای تسلیم شدن نیست، ولی فرار میکنه. طبیعی قرآن عقب نشینی را و فرار را گفته که هر وقتی که دشمن هجوم بکنه، بالاخره هر کسی از هجوم دشمن فرار کرد با غضب خدا روبرو میشه. ولی دو استثناء کرده و الله تعالی فرموده که و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا. راه نجات در قرآن موجوده و افسوسه که مسلمانان از قرآن چرا استفاده نمی کنن. و قرآن میگه که 2 نفر استثناء کرده که عقب نشینی بکنه. یکی برای آن که عقب نشینی تاکتیک باشه، عقب نشینی بکنه تا تهاجم دشمن بر سر او واقع نشود و بتونه از راه دیگه وارد بشه. و یا اینکه این فرار میکنه از جلو دشمن تا با یک گروه دیگر اونجا بره فنا بگیره و به وسیله او گروه بیاید به دفاع بیاید. و لحظه راه موجود، راهکاری اینه که به نظر ما دلسوزانه است و ما از روی دلسوزی بالاخره این حرفا میزنیم که راه سوم موجوده که نه تسلیمه و نه مقاومت. مقاومت در مقابل جامعه جهانی، در یعنی تحریم، در مقابل جنگ. درسته وقتی که گرفتار باشه راه نباشه، درسته مجبوریم بیستیم، ولی راه موجوده. شما این جنگ به کشورتون راه ندی، جلوگیری بکنی از جنگ، راه موجوده. و شما فعلا ما این نیست، درسته هسته حق مسلم ماست، هسته صلح آمیز و هسته سلاح هسته را تولید کردن برای ما هم درست نیست. و در حال مسئولان بلندپایه میگن که قصد تولید سلاح هسته نیست در کشور ما. ولی الان که دنیا باور نمیکنه و دنیا میگه که نخیر، شما سلاح هسته‌ای تولید میکنید و قبول نمیکنند از ما، نه قسم خدا را قبول میکنند
و نه قسم حضرت عباس قبول میکنم میکنه بازه. بالاخره راه داره و او راهش اینه که آقا شما فعلا هستی را متوقف کنیم، موقتا متوقف بکنیم تا و بازرسان هستی را راه بدیم تا بیا اینجا بررسی کنن، همه چیز کنترل کنن، ببینن که مسیر تولید سلاح هستی نیست و مسیر هستی صلح‌آمیز برای مقاصد صلح‌آمیز این هستی داره کار میکنه و مورد استفاده و اون زمانه بالاخره به راحتی میشه که در آینده اون صلح‌آمیز حل کرد و قصد برای ساختن سلاح که نیست و این آسان حل میشه. شما تسلیم نشید، سر قامم نکنید و شما رد هم نکنید، بلکه شما توافق کنید و بالاخره کنار بیایید و تا اینکه این هم حمله نظامی دب بشه و هم تحریم دب بشه و تفاهم کنید و این مشکل حل بشه. این یک نظر شهرونده و شما نظر شهروندانتون بگیرید. شما تریبون آزاد داشته باشید تا دانشگاهیان بیان صحبت بکنن، تا علما. این پیشنهاد مالانه خیلی قبل ما گفته که شما تریبون آزاد بگذارید و آقا بگید تریبون آزاد، هر کسی بیاد حرف بزنه. مردم ما قبلا هم مخالفیم با این که کسی انتقاد سازنده بکنه و بالاخره او سرش به زندان بیفته یا پرونده برای او تشکیل بشه و بالاخره تا انتقاد سازنده نباشه اصلاح نمیشه. تا مردم حرف نزنن او چیزی که حکیمانه و حکمته به دست ما نمیفته. بهترین راهکار زمان دست ما میفته که تریبون آزاد باشه. تریبون آزاد مجلس کافی نیست. چرا که اعضای مجلسی درسته توی آدمان فریخته موجوده، ولی اعضا همه گزینشی هستند. گزینش کردید، مسئولان هم همه از یک گزینش و فیلتر سخت رد شدن و انسانهای شایسته، انسانهای اندیشمند و توانمند امونن که توی گزینش اونها رد شدن و اونها توانمندان هستند در کشور که میتونن صاحب نظر باشن. و اگر بعضی میگن که اگر ما هسته‌ای داشته نباشیم در مخاطره ایم، چرا ما در مخاطره باشیم؟ دنیا سلاح نداره، سلاح هسته‌ای در دست کشورهای خاصه، در دست همه کشورها نیست و مگر کسانی که این دنیا هسته‌ای نداره در خطرن. و بالاخره اگر ما میتونیم بالاخره زمینه های دیگری اگر میخواهیم که بالاخره در دنیا قدرت دیگری داشته باشیم و راه های دیگه برای آن هست که ما توی دنیا بتوانیم نقش ایفا کنیم. و لحاظه این به هر حال کشور ملت ایران ملتی از ملت های هوشمنده و از ملت های تاریخه و اینجا خوبی های دیگران که میتونیم کشورها از لحاظ اقتصادی بالاخره قدرتمند بکنیم. قطب اقتصادی بشه، قطب عدالت اینجا بشود، قطب اخلاق بشه، قطب ایمان بشه، قطب عمل صالح بشه، قطب خیر بشه و دنیا به هر حال حرمت قائل میشه برای ما میتونه به دنیا فایده برسانیم و راه های دیگر ما تلاش کنیم. و لحظه این راه داره. الان هم دنیا میگه که باب مذاکره باز هست و رئیس محترم جمهور هم فرمودن که بالاخره ما آماده ایم برای مذاکره عادلانه و
بالاخره ما بریم برای مذاکره عادلانه، ولی اگر طرف برای عدالت حاضر نشد چه؟ بالاخره با تاکتیکی باید، با هوشمندی باید قدمای عقب بکشیم و تا این جنگ بالاخره این جنگی که در شرف وقوع جلوگیری بکنیم، تحریم جلوگیری بکنیم. قدیما گفتن که دستتون توی دهن مار نگذاری، اژدهایی که دهنش بازه دست توی دهن نگذارید. گفته دست توی دهن شتر مست هم نگذاری. این حرفای قدیمی هستن و بالاخره این خطرناکه و در خطر باید انسان نجات بده. این ملت این هوشیاریه مسئولانه که مسئولان و راه کار پیدا بکنن و صحبت شهروندان گوش کنن و به هر حال وارد مذاکره بشن، گفتگو بکنن، جنگ بند بکنن. و هم عرض کنم که این محاصره شدید اقتصادی معتقدم که راهکار داره. شما راهکار بگیرید، تلفن آزاد بگذارید که آبیا نظر بدن، بار شما کمتر می شود. و یک مسئله مهم همینه که گلایه‌ای که ما داریم اینه که بیشتر طرفهای مشورت نباید افراد تنها نظامی قرار بگیرن. نظامی ها تخصصی دارن و یک تخصص نظامی ها دارن که سیاست مداران ندارن و اونها در بخش حمله و نظامی و این مسائل اونها تخصصشونه. اما سیاست مداران هستن که اونها در زمینه سیاست و راهکارهای سیاسی اونها میتونن چاره اندیشی بکنند. هر کسی را شما کاری او را بگیرید، نظامیان را در بخش نظامی نه در نظرات و مشوره با کسانی نباشه که اونا هرچه که همون گفته میشه تایید بکنن، بگن نظر بزرگان. نه، کسانی باشه که نظر بزرگان در مشورت اونا به چالش بکشن. بله این درسته و که بالاخره تا حرف صواب و درست بیاید. ولی اگر یکی از بزرگان حرفی بزنه و بگیم که آقا هرچه که فلان بزرگ بگه همون درسته، نه، انسان همه دوچار اشتباه می شوند، دوچار لغزش می شوند. هیچ کسی از اشتباه محفوظ نیست و پیامبران لغزش خوردن و پیامبران الله تعالی می فرماید که چرا فلان کار کردید، عفا الله عنک لما اذنت لهم و عبس و تولی ان جاء الاعمی و ما یدریک. الله پیامبران الله میگه چرا این کار کردید. این مناسب برعکسش بود. و لحظه وقتی پیامبران لغزش میخورن حساب ما دیگران پاکه. و به هر حال حرف دل سوزی که میزنیم ملت مهمه، مردم مهمن. هیچ کشور سرمایه بالاتر از ملت نداره، از مردم نداره. هیچ کشور نه نفتو نه گازو نه امکانات دیگر مهمترین سرمایه انسانان. برای همه کشورها ملت ها هستند و ملت ایران بزرگترین سرمایه و دارایی کشور ایران است. حرفی نشنیده بشه و ما حرفی را بشنویم، به خواسته های ملت تن بدیم و لحاظ اینها ملت دلشون را به دست بیاوریم. دنیا را هم با دنیا خود را درگیر نکنیم و با جهانیان چرا درگیر بشیم؟ وقتی راهکار موجوده، راه حل موجوده، ما از راه حل وارد بشیم و تدبیر بکنیم و حکمت کار ببریم. امروز صبح من اخباری را می شنیدم که در رابطه با مسئله همون حجاب زنان بود و اینان الان به همون جنبندی مسئولان آمده رسیدن که قبلا بالاخره گفته میشه و گفتی بابا آقا شما با خشونت
مسئله حجاب وارد نشید، با حکمت، با تدبیر، با دادن حقوق به زنان. و دیدید همین صحبت الله در کشوره که بالاخره به همین نتیجه رسیدن مسئولان که راه نرمیه، راه حکمت، راه تدبیره و راه درسته، نه خشونت و نه تندی. و همین مسائل اگر ما اول فکر کنیم بهتر است که بعد به همون نتیجه بیاییم که کاش این کار می کردیم. وقتی نقصان پیش بیاید بعد افسوس میخوریم. و این ما امیدواریم که الله تعالی مشکلات حل بکنه. و کاش که گاهی در دل ما این پیدا میشه که اینجا بالاخره توی منطقه بسیاری از مشکلات لاینحل پیش بیایند و به مردم، مسئولان هم به مردم متوسل میشن و مردمی مسئله حل میشوند. و کاش که این بالاخره یک مشورت و شورای مردمی و یک کمیته صلح در ما می داشتیم در کشورمون که متشکل از علمای اعتدالگرا و از دانشگاهیان و معتدل، نه از تندروها. و بالاخره الان مشکلات بیشتر که هر جا خرابه، در دنیا خرابه از دست تندروها. و به هر حال انسانهای معتدل با بسیاری جا حرفی نداره، حرفشون راهی نداره و اینها بالاخره روی مسائل فکر میکردن و راه کار میدادن و مسائل به بنبست نکشه. بنبست این عقلانه است که ما مسئله را از بنبست خارج کنیم و راهکار برای مسائل پیدا بکنیم و مسائل حل بکنیم. و الله تعالی همه را توفیق بده. من معتقدم که دو تا مشکل باید، یکی که الان ما را بسیاری از همسایه ها توی تحریم پیوستم به این تحریم ها. خب بالاخره همسایه ها با من خیلی روابط نزدیک دارن، شاید نمیخواهند، اما حالا چنان بالاخره راه افتادن و که منافع خود را ترجیح میدن از منافع ما و به تحریم میپیوندن. ما برحال از این با این سیل مبارزه نکنیم. وقتی که همون میگن، قدیمی هم میگفتن موج وقتی میآید سر در مقابل موج بلند نکنی و بلکه سر پایین کنید تا موج رد بشه و موجها را ما باید از سرمون رد کنیم. الان موجای خطرناک، موج جنگ و هم موج تحریم، هر دو خطرناک. ما امیدواریم که الله تعالی راه بیاورند و به هر حال کسانی که کشورها اداره میکنند و مسئولیت دارند بتوانند با یک سازوکار جدیدی وارد مذاکره بشوند و بتوانند که انشالله مشکلات حل بشه. دعای ما هم همین است انشالله. الله تعالی عاقبت ما را بخیر کنه و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.